با خوش اومد به همه افرادی که اینجا هستن و خواهند اومد. جان عزیز، نیما، رارا، همگی. قبل از اینکه شروع کنم من 2 تا 3 تا توییت از جان و نیما برداشتم که اول براتون بخونم تا بعد بتونیم موضوع رو دنبال کنیم و ببینیم برای چی این اسپیس زده شد. من حالا شروع میکنم. جان 2 روز پیش نوشته که عجیبه، استدلال برخی از دوستان ارزشی طور شده میگیم حماس داعش باید از بین بره، میگن کودکان غزه. میگیم اگه اسرائیل جنگ رو کامل نبره تبعاتش مردم داخل بدبخت میکنه، میگن پس کرامت انسانی چی میشه؟ میگیم جنگ با مداخله قدرت خارجی میتونه فرصت باشه، میگن وطن پرست نیستی. و در یک جای دیگه که یک توییتی بوده که من طرفدار حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به مراکز جمهوری اسلامی هستم، جان هم توییت رو ریتوییت میکنه و مینویسه منم همینطور. و در جایی باز میاد با نگاه فانتزی جان میگه 4 روز پیش به براندازی به هیچ جا نمیرسیم، ما باید برای حمله خارجی به رژیم هم برنامه داشته باشیم، باید بدونیم در روزهای جنگ چه اقداماتی انجام میدیم. و بعد میبینیم که نیما میاد برای توییت جان میزنه که وقتی جان میزنه آیا اسرائیل خوشگله؟ قطعا خیر. آیا ما باید حامی اسرائیل باشیم در این جنگ؟ قطعا و حتما و باید پشت سر اسرائیل باشیم، چرا که عدم موفقیت کامل ارتش اسرائیل در محو و نابودی حماس پیامدهای وحشتناکی برای مردم ایران دارد. و نیما در جواب میزنه و قاعدتاً اونایی که به قیمت جان بیگناهان قصد براندازی دارن چشم را بر جنایات اسرائیل بستن، نمیتوان در راه آزادی و کرامت انسانی همراه شد. و در آخر سر که دیروز باشه نیما میزنه که طوفان توییتری بود برای بلوچستان علیه بیسوادی تحمیلی مردم بلوچ در حکومت اسلامی همراه شویم. جان میزنه که جواب میده که ظلم بر مردم بلوچ زمانی تمام میشه که آنها بتونن در تعیین سرنوشت خودشون آزاد باشن و آن زمان جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت، رژیمی که بازوهاش مانند حماس الارهابیه هم باید قطع بشن. البته اگر امثال شما عزیزان این مبارزه با تروریست رو به کودک کشی تعبیر نکنید، که در اونجاست که نیما برای جان میزنه جان موافقی که یک اسپیس بذاریم و اینگونه میشه که این اسپیس زده میشه. خب در اینجا ما 2 نفر داریم که یکی موافق جنگ هستش، حالا من به طور عمومی میگم، و یکی نی که یکیش جانه یکی نیما هستش. به خاطر اینکه نیما از جان دعوت کرده من اول میخوام جان 1 رو راجع به آرگومنتاش صحبت کنه و وقتی که تموم شد بعد میتونه نیما صحبت کنه و بعدش هر کسی 5 دقیقه میتونه راجع به صحبت دیگری صحبتی بکنه و چیزی بگه. حالا رارا هم میخواد صحبت کنه، بگو عزیزم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز. این ما سعی میکنیم، یعنی کوهاست، من و ژیلای عزیز که در خدمت شما هستیم، سعی میکنیم کاملا بی‌طرف عمل کنیم در این مناظره و عدالت رو رعایت کنیم. این اصلی ترین فاکتور برای مدیرهای اسپیسه و با نهایت احترام جان عزیز میتونید شما صحبت کنید. بله خیلی ممنونم، تشکر میکنم از
همه عزیزانی که این فرصت رو فراهم کردن که ما بیام کنار هم تظاهر بارا داشته باشیم، صحبت بکنیم در این زمینه. امیدوارم که صدا و اینترنت یاری بکنه. دقیقا از وقتی که آدای مقداری حوادث غزه شروع شده این مقداری اوضاع اینترنت هم بهتر هستش. عرض به حضورتون ببینید، اولا که تشکر کنم از ژیلای عزیز، چقدر قشنگ مروری بر توییت های چند روز گذشته داشتن. یک تقریبا یه یادآوری هم برای من شد و به هر حال باعث میشه که اینجوری بحث شکل بهتری به خودش بگیره. من این نکته رو خدمت شما عرض بکنم. من به عنوان کسی که به هر حال پیامدهای جنگ خمینی و صدام بسیار بسیار بر شخص من و خانواده من و بستگان من تأثیر گذاشته و برخی از تبعات اون همچنان روی خانواده ما سایش هست و ادامه دار هست، به هیچ عنوان آدمی نیستم که موافق جنگ باشم. چون حالا تو صحبت ها گفتن که حالا به عنوان موافق جنگ یا فلان، نه، هیچ وقت من موافق هیچ جنگی نیستم. جنگ طرف برنده به نظر من نداره و جنگ اگر اتفاق میفته در واقع اون طرفی که فکر میکنه برنده شده در آینده ممکنه که تبعاتش رو ببینه، که همچنان که من خودم دارم اینا میبینم. اما ولی وقت داریم از به صورت واقع گرایانه وقتی به قضیه نگاه میکنیم میبینیم که قدرت‌های جهانی منتظر این نخواهند بود که ما چه تصمیمی داریم یا چه چیزی به نفع مردم یک قسمت از دنیا هست و اون تصمیمی که گرفتن رو انجام خواهند داد. با توجه به اینکه ما میدونیم تاریخ معاصر ما به خصوص در رابطه با آمریکا کاملا این رو به ما نشون داده که به راحتی تصمیم میگیرن به هر دلیلی به یک قسمت دنیا بخواد لشکرکشی بکنن. ممکنه هر لحظه این اتفاق هم برای ما بیفته، یعنی در کشور ما هم ممکنه این اتفاق بیفته. اصلا خوشایند نیست، به هیچ عنوان خوشایند نیست، اما تصور من، حس من، برداشت من، نگرش من این هستش که اگر قدرت برتر خارجی بخواد در کشور ما دخالت نظامی بکنه، یک پویایی به حرکت داخل ایران برای براندازی منتقل میکنه که اون حرکت به احتمال زیاد منجر خواهد شد که ما از در واقع شر رژیم جمهوری اسلامی خلاص بشیم. این ذهنیت من هست. تا چه حد میتونه درست باشه؟ اینکه من در بین اطرافیان خودمون میبینم که بسیار موافق هستن که این اتفاق بیفته. خیلی خیلی مردم جان به لب رسیده ای که فکر میکنن که اگر این اتفاق بیفته قطعا به نفع ایران خواهد بود. بسیار تعدادشون بیشتر هستش از اونه که فکر میکنن که این اتفاق نیفته. در رابطه با غزه، هر کسی که از کشته شدن انسانهای بیگناه، از کشته شدن موجودات بیگناه، به خصوص کودکان، خوشحال میشه، اسم بشر و اسم انسان رو قطعا نمیشه روی اونها گذاشت. یعنی اگر کسی میبینه که مثلا کودکی آسیب دیده، احساس خوشحالی بهش دست میده که مثلا بله این چون حالا این کودک چه میدونم، حالا کودک که اصلا واقعا سرنوشتش واقعا دست خودش نیست، واقعا نمیتونیم در واقع اصلا هیچ حرفی در رابطه با این بزنیم. افراد بالغی که بیگناه هستن، واقعا بیگناه هستن و کشته میشن
و براشون اتفاق نمیفته، اگر از این بخوان خوشحال بشن به هیچ عنوان نمیشه اسم انسان روشون گذاشت. ولی باز هم وقتی که نبردی شروع شده بر علیه ساختاری که یک ساختار تروریستی هستش و من به هیچ عنوان از اسرائیل دفاع نمی کنم، به هیچ عنوان حرفم این نیست که اسرائیل جای درستی ایستاده در طول تاریخ تا به امروز، ولی این حق رو براش قائل هستم که بخواد از خودش دفاع بکنه. و بخصوص حالا به یکی از توییت هم که اشاره کردن جیدای عزیز، و بخصوص این جنگ که در حال حاضر درش هستیم، عین روز کاملا مشخص است که جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده، به صورت لوجستیکی، به صورت آموزشی. اخبارش میاد بیرون، میبینیم که عوامل تروریستی حماس در جمهوری اسلامی آموزش دیدن، توسط سپاه قدس آموزش دیدن و این عملیات تروریستی رو انجام دادن. و چون ما میدونیم که این دستای جمهوری اسلامی پشت این هست، اگر که بازم تاکید میکنم، تو توییت ها چندین توییت من تو این زمینه زدم، یه مقداری مساعد اگر باشم، رشته توییت بلند بالایی هستش که باید آماده بشه، نوشته بشه، ادیت بشه و ارسال بکنم، که چرا تصور من این هست که اگر اسرائیل به صورت کامل در این نبرد کامل حماس رو از بین نبره، در واقع داعش رو در منطقه خودش از بین نبره، باعث چه تبعاتی در داخل کشور خواهد شد که حالا امیدوارم سریع همین هم بحث بشه و بتونیم که افکار خودمون رو به اشتراک بذاریم. من فکر میکنم که رارا و جدای از من تا اینجا کافی هست. در خدمت شما هستم، در خدمت نیما هم هستم، صحبت‌ها رو بشنوم. ممنون ازت جان عزیز. من قبل از که نیما شروع کنیم میخواستم بگم ما مایک نمیگیریم، ولی اگر کسی فعلا نمیگیریم، اگه کسی سوالی داره از جان، از نیما، میتونه تو دایرکت من یا رارا بذاره یا تو این کامنت ها بذاره. ما سعی میکنیم که از نیما یا از جان اگه وقت شد بپرسیم. نیما جان پس نوبت شماست، 15 دقیقه وقت داریم. ممنونم. از اینجا شروع میکنم که یه لحظه ببخشید از این یکی نبر حرف بزن. قاطی کردم، ببخشید. عرضم به حضورتون که داره واسه همین صدا تو گوشم میپیچه. خب خوبی موضوع اینه که جان میگه موافق جنگ نیستم و اتفاقا شاید حتی همینجا هم با هم یه مقدار اختلاف نظر داشته باشیم. در زمانی که به طور مثال نازیسم در حال گسترشه و اروپا رو داره تصرف میکنه و میره به سمت تصرف جهانی، جهان چاره‌ای جز این نداره که برای صلح دست به اصطلاح سلاح بشه و در مقابل چنین وضعیتی ایستادگی کنه. اما وقتی که به نظامیان به عنوان ناجیان نگاه کنیم، اشتباه بزرگی کردیم. نظامیان هرگاه که قدرت رو به دست گرفتن، هر کشوری رو نگاه کنین، به اصطلاح دموکراسی، آزادی و غیره رخت برمیبندد و نتیجهش هم خفقان طولانی است. همونطور که حمله تروریستی حماس به سمت اسرائیل برکتی برای نجات نتانیاهو میبینم، چون که نتانیاهو تقریبا یعنی دقیقا قبل از این جنگ دچار فشار داخلی بسیاری در رابطه با تصمیمات راستگرایانش داشت و خیلی وسیع تظاهرات‌های چند صد هزار نفری در اسرائیل به راه می‌افتاد.
اینه که برای نتانیاهو این جنگ به نوعی فرار از بحران بود و حتی میتونم این به اصطلاح پیشفرض یا این موضوع رو مطرح کنم که به اصطلاح گزارش هایی هست که مصر میگه ما به دولت اسرائیل خبر داده بودیم که حماس در جهت حرکتی بزرگ حرکت میکنه و عجیب اسرائیلی که به قول معروف در داخل ایران این همه نفوذ داره و میبینیم که به اصطلاح به اون فرد هسته‌ای ایران رو در روز روشن ترور میکنه، چطور خودش رو برای مقابله با حماس آماده نکرده بوده و هیچ میذاره اینا بیان داخل و بعد شاید حتی انتظار این همه کشتار رو نداشت، چون در تاریخ اسرائیل قاعدتا بی‌نظیر بوده و حتی گفته میشه که این کشتار بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین تعداد کشته های مردم اسرائیلی یا یهودیان رو داشت. بذاریم واضح‌تر از یهودیان صحبت کنیم. نتایج جنگ های مداخله گرانه رو که نگاه کنیم، 2 جنگ پیش روی ماست. تاریخچه 2 جنگ، یکی جنگ حمله آمریکا به عراق هست و بعدیش هم حمله آمریکا به افغانستان. برآوردهایی که از تعداد کشته شدگان جنگ عراق و آمریکا بیرون اومده اصلا عدد مشخصی نداره. گاهی بر اساس به اصطلاح تحقیقات علمی دارن نظر میدن بین 151,000 تا 600,000 بر اساس برآوردهای مختلف از نظر علمی گزارش میدن. از طرف دیگه در موضوع به اصطلاح تعداد کشته ها به صورت رسمی بین 186,000 تا 186,000 تا 211,000 تا تقریبا از مارچ 2003 که جنگ شروع میشه به بعد، یعنی تا کنون، و تأثیرات بعد از جنگ برای عراقی‌ها به دنبال داشته. همین موضوع رو اگه به افغانستان نگاه کنیم میبینیم که در افغانستان هم تعداد کشته ها بسیار بالاست. صحبت از 243,000 نفر کشته میشه که مؤسسه به اصطلاح مؤسسه بین المللی و روابط عمومی واتسون چنین گزارشی میده و تعداد کشته هایی که از این 243,000 نفر به اصطلاح غیر نظامی بودن، 70,000 نفر غیر نظامی برآورد شده. جنگ هیچ وقت به اصطلاح برکت به جز برای حکومت هایی که دچار بحران هستن نبوده. جان یه چیزی رو مطرح میکنه به این صورت که شاید من بهش میگم یک تخیل که اگر اسرائیل به ایران مثلا، حالا طبق معمول که همه میگن اونا نقطه زنی میکنن به چیزای تأسیسات نظامی ایران حمله کنه، در نتیجه فرصتی میشه که مردم حالا بتونن بیان به خیابون و حکومت رو سرنگون کنن. چرا میگم این یک تخیله؟ چون اولین کاری که یک حکومت مثل جمهوری اسلامی میکنه اینه که شرایط رو به صورت شرایط جنگی در میاره، یعنی به راحتی نیروهای مخالفش رو تحت عنوان جاسوس اسرائیل و غیره دستگیر میکنه، اعدام میکنه، ایجاد رعب و وحشت میکنه. از طرف دیگه به اصطلاح مخالفانش هم
همون جور که میبینیم در ایران هنوز ما یک تشکل یا یک گفتمان سراسری نداریم که مردم حول و حوش اون متحد شده باشن و بخوان نقش مؤثری در سرنگونی جمهوری اسلامی ایفا کنند. تا اون شرایط فراهم نشه، این که فکر کنیم اسرائیل میاد مثلا سپاه رو تضعیف میکنه و در نتیجه مردم دیگه میتونن به خیابون بیان، به نظر من تاریخ به اصطلاح جنگ ها و اعتراضات و غیره نشون میده که به هیچ وجه اینطور نیست. و اتفاقا در زمان جنگ حکومت بسیار به اصطلاح دست بالاتری در خشونت علیه مردمش پیدا میکنه، حتی تانک به خیابون بیاره، حتی با تانک از روی مردم رد بشه، چون که اونها رو به عنوان به اصطلاح جاسوسان دشمن معرفی میکنه. تو این شرایطه که به نظر من این موضوع به جای این که ما فکر کنیم، خوبه که جان خودش اشاره کرد که اسرائیل یک حکومت اشغالگره، یک حکومت، من توییتایی در این زمینه گذاشتم، حتی یک قانون پایه‌ای در سال 2018 در اسرائیل به تصویب میرسه که صحبت از ملت یهود میکنه و در نتیجه 1/5 جمعیت کشورش که فلسطینیان اسرائیلی باشن رو عملا نادیده میگیره. یعنی یک حکومتی که بارها و بارها قطعنامه‌های مختلف سازمان ملل در موردش وجود داره که اون رو یک کشور اشغالگر خطاب میکنه و از اسرائیل میخواد که از سرزمین‌های اشغالی خارج بشه، شهرک نشین به اصطلاح شهرک سازی رو متوقف کنه و تو این مسیر میبینیم که همانند همه حکومت‌های دیکتاتور یا به اصطلاح توتالیتر جهان، اسرائیل وقعی به این نظرات نمیذاره و همیشه هم با وجود اینکه این قطعنامه ها گاه با اکثریت آرا داشته تصویب می شده، آمریکا دخالت کرده، با یه حق به تو جلوشو گرفته. بنابراین به هیچ وجه فکر نمی کنم حتی اگر فرض کنیم این فرض هایی که جان کرده به وقوع بپیونده و مردم در سرنگونی رژیم شرکت کنن، مسیر رو اون وقت به سمت یک هرج و مرج داخلی میبینم که مثل لیبی یا کشورهای دیگه دچار جنگ داخلی وحشتناک خواهد شد، علاوه بر جنگی که به اصطلاح ممکنه به مردم صدمات جدی بیاره. مرسی. ممنون نیما جان. از این به بعد دیگه جان عزیز و نیما جان 5 دقیقه وقت دارن که به صحبت‌های همدیگه واکنش نشون بدن. جان عزیز نوبت شماست. و من باز قبل از اینکه جان شروع کنه میگم ما الان به هیچ عنوان کسی رو بالا نمیاریم. اگه صحبتی دارین و سوالی دارین میتونین تو دایرکت من یا رارا بذارین یا همینجا تو کامنت ها. ما سعی میکنیم برای این 2 عزیز بگیم. مرسی. جان عزیز بفرمایید. بله خیلی ممنونم. من توی مطالب نیمای عزیز یه سری نکاتی وارد بود در رابطه با بحث نتانیاهو و فرارش از مخمصه‌ای که در اون گیر کرده. اولا که حالا اشاره کرد نیما برای اینکه حالا تفکرات راست افراطی داره، من بیشتر از این که تصور بکنم که نتانیاهو یک راست افراطی هست، به نظر من یک محافظه‌کار افراطی هست. و حال توی ترمای سیاسی ما لیبرال داریم، محافظه‌کار داریم، تا اونجا که سواد من قد میده و سوسیالیست داریم. این بشر بیشتر یک محافظه‌کار هست که متمایل به حالا میشه گفت راست هست. اینکه جنگ
باعث میشه حکومت‌هایی که در تزلزل هستن اقتدار مجدد به دست بیارن. در رابطه با حکومت‌ها کاملا صدق میکنه. همون جنگی که خمینی راه انداخت باعث شد که پایه‌های حکومت خودش رو مستحکم بکنه و مسائلی که نیما بهش اشاره کرد در رابطه با سرکوب داخلی رو خب هم در پی داشت و باعث شد که به حال جمهوری اسلامی در واقع پیریزیش به نظر من در همون جنگ 8 ساله محکم بشه. باز میخوام بحثی که نیما در رابطه با صحبتاش من تشکر میکنم ازش که کاملا وقایعی که جنایت هایی که حماس رقم زد رو کاملا محکوم میکنه. اینو خیلی کم من دارم میبینم که محکوم بشه. حالا در جامعه ایران و مردم ایران و فضای سیاسی ایران خب خیلی بیشتر هست، ولی در سطح جهان انگار این فراموش شده که چه اتفاقی افتاد که کار به اینجا رسید. شواهد و قرائن اینطوری نشون میده که به هیچ عنوان اینها قصد این رو نداشتن که تا این حد بخوان جنایت بکنن. مواد مخدر کپتاگون که مصرف کرده بودن باعث شد که اینها در واقع نمیدونم چه تأثیری میذاره، اینها بخوان در واقع کنترل وحوششون، کنترل سربازانشون یا هر چیزی بگیم از دستشون در بره و یک همچین اتفاق جنایت بزرگی رقم بخوره. تو فیلم هایی که دوربین های مدار بسته نشون میده که اینها وقتی دارن با ماشین های در واقع هایلوکس و اینا حمله کردن، یورش بردن به داخل اسرائیل، کاملا نشون میده که بی هدف و سردرگم دارن این جنایات ها رو مرتکب میشن. یعنی پاشون از اون چیزی که براشون تعریف شده فراتر گذاشتن و این جنایت رقم خورده. اینکه سیستم‌های اطلاعاتی اسرائیل اطلاع داشتن نداشتن، نتانیاهو اینو گذاشته، نمیدونم اجازه داده این اتفاق بیفته، اجازه نداده، من اطلاع دقیقی ندارم، آینده این رو مشخص خواهد کرد. ولی قطعا در بلند مدت به هیچ عنوان به نفع حزب حاکم در اسرائیل نخواهد بود. این جنگ میتونه پایه های حکومت ها رو مستحکم بکنه. پایه های وجودی اسرائیل رو قطعا در آینده این جنگ مستحکمتر و مستحکمتر خواهد کرد. ولی فکر نمی کنم حزب حاکم رو بخواد تأثیری درش داشته باشه که بخواد خیلی مقتدر بشه و بهتر بشه. به صورت کوتاه مدت و تا پایان جنگ ممکن این اتفاق بیفته، ولی اون چیزی که از فضای سیاسی داخل اسرائیل اینجور استنباط میشه به شدت مردم اسرائیل از حزب حاکم دل خوشی ندارن، ولی فعلا صداشون در نمیاد. جنس حمله آمریکا به ایران، من از حمله اسرائیل صحبت نمی کنم، از قدرت برتر خارجی صحبت میکنم و اون رو به نظر من آمریکاست. خیلی روی اسرائیل حسابی نمیشه باز کرد به عنوان قدرت برتر خارجی. ببینید اون اتفاقی که در عراق افتاد، من وقایع حمله آمریکا در زمان بوش به عراق رو خب کاملا به خاطر دارم. ظرف چند روز مردم عراق چون ذله شده بودن از دست به هر حال رژیم صدام، در ظرف چند روز ارتش آمریکا به راحتی وارد بغداد شد و تقریبا میشه گفت با همراهی مردم این اتفاق افتاد. به صورت زمینی هم وارد شدن از همون ابتدا. حتی وقتی آمریکا در بغداد بود، اون سخنگوی فکر کنم اسمش سعید الصحاف بود اگر اشتباه نکنم، اگر درست یادم باشه، در واقع هنوز وقتی ارتش آمریکا توی خیابونای بغداد داشت قدم میزد، اینها اعلام میکردن که اتفاق نیفتاد. اون چیزی که باعث شد که عراق خیلی سریع نتونه پایه‌های دموکراسی رو در واقع مستحکم بکنه، استقرار بده،
اون چیزی نبود به غیر از دخالت‌های جمهوری اسلامی در ساخت و پرداخته کردن یک سری از نیروهایی که از قبل هم در ایران آموزش داده بود و از فرصت استفاده کرد و اونها رو به عنوان نیروهای دموکراسی خواه به عراق فرستاد. در خدمتم. نیما جان نوبت شماست، بفرمایید. 5 دقیقه. ببخشید وقتی زنگ میزنی یعنی وقت تمومه، یعنی که مثلا ما 30 ثانیه وقت 30 ثانیه تا 1 دقیقه وقت دارین که صحبت کنید. میخوای تموم کنی بازم اجازه میخوای؟ نه از دور بعد دیگه. باشه پس نیما جان شما بفرمایید. بر این باورم که هدف وسیله رو تعریف میکنه و نه توجیه، و به همین دلیله که هدف رو براندازی جمهوری اسلامی نمیبینم، هدف رو برقراری دموکراسی و حقوق بشر در ایران میبینم. وقتی که هدف رو براندازی ببینیم برامون فرق نمیکنه به چه دلیلی، به چه طریقی حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بشه، به چه قیمتی سرنگون بشه، و در نتیجه این حتی فرض کنیم نیروی برتر جهان که آمریکا هم باشه بیاد توش دخالت کنه، این موضوع رو برای خودمون تا حدود زیادی هنوز حلاجی نکردیم که هر گونه جنگی به اصطلاح تعداد کشته های بسیاری از افراد غیر نظامی رو دست جامعه میذاره. ولی وقتی که هدفمون دموکراسی و حقوق بشر باشه، خب در نتیجه مسیر رو از طریق دیگری میبینیم. یعنی مخالف این هستیم که یک نیروی خارجی بیاد و بخواد برای ما تعیین به اصطلاح سرنوشت کنه. ما خودمان باید حق تعیین سرنوشت که در قوانین یا مواد و پیمان نامه حقوق بشرم اومده، سازمان ملل اومده، روی تعیین سرنوشت تاکید داره. یعنی ما باید خودمون این کار رو کنیم. من دوستانی رو به یاد دارم که شیعه بودن، همکار بودیم و از عراقی‌ها بودن و در زمان حمله آمریکا بسیار خوشحال بودن. خود منم شاید حتی اون موقع فکر می‌کردم خب با حمله آمریکا این صدام فلان شده و رژیمش ور میفته و خود مردم که از پس این جونور بر نمیان، این حکومت بر نمیان و در نتیجه شاید هورا هم میکشیدیم. ولی واقعیات چیز دیگری رو واقعیات نشون داد که این عدم ثبات، یعنی آمریکا اومده بود، مشخص بود به اصطلاح، ولی نمیدونست چجوری میتونه یک حکومت رو جابجا کنه و در نتیجه یک خلأ قدرتی به وجود اومده بود و بمبگذاری‌های انتحاری پیاپی و کشتارهای وسیع. از یه طرف دیگه اجازه بدین شما رو به افغانستان ببرم. آمریکا در افغانستان چی کار کرد؟ یک دولتی به اصطلاح ظاهراً دموکراتیک در بعضی از که فقط نفوذش در برخی از شهرها بود، شهرهای بزرگ، روی کار میاد و این حکومت بعدش به اصطلاح مورد مؤاخذه رسانه‌های غرب قرار میگیره که به خاطر فساد مالی نتونست در مقابل طالبان حتی یک روز مقاومت کنه، بدون اینکه کسی به این واقعیت، به این حقیقت اشاره کنه که کدام نیروها در فاسد کردن حکومت افغانستان نقش داشتن. اگر خوب دقت کنیم خود آمریکایی ها بودند و اون دول درگیر جنگ و در نتیجه رو میخوای حرفی بزنی؟ نه نیما جان، بعد از شما سوال هست. باش. بنابراین دخالت نیروی خارجی حتی میتونه به خصوص آمریکایی ها میتونه فساد جامعه رو نه تنها بهتر نکنه بلکه وسیع‌تر و
بکنه. و از طرف دیگه همونجوری که میبینیم یه بخشی از اپوزیسیون در این باوره که میخواد روی بدنی سپاه به اصطلاح سرمایه گذاری کنه و در نتیجه ما شاهد یک دگرگونی عمیق در جامعه نخواهیم بود. مرسی. ممنونم نیمای عزیز. از جان هم من تشکر میکنم. من جناب مصطفی شریفیان یک سوالی در دایرکت بنده پرسیده به این مضمون: آیا صرف حمله هوایی باعث سقوط رژیم‌های اقتدارگرا می شود؟ اگر بله، چرا بعد از حمله اول خلیج فارس به عراق، صدام با وجود مخالفانی زیاد شیعیان و کردها با صدام سقوط نکرد و به عکس سرکوب خونین کرد؟ چرا قذافی بعد از حمله 1986 سقوط نکرد؟ من ممنونم اگر یکی از طرفین جواب این سوال رو بدم. خب من فکر می‌کنم این سوال رو به جان باشه. بله، من با توجه به نقطه نظرات آقای شریفیان فکر کنم همینطور باشه. ببینید، ما کارشناس جنگ نیستیم. ما اون چیزی رو که فکر میکنم که به عنوان یک فرد ایرانی که فکر میکنم که حق اظهار نظر رو دارم در رابطه با کشورم، در رابطه با فضای سیاسی کشور، به عنوان یک فرد این صحبت رو دارم مطرح میکنم. ببینید، هیچ جنگی خوب نیست. اینو ما اول صحبت هم عرض کردم خدمت. اون اتفاقی که در عراق افتاد و اجازه نداد که عراق از فرصت پیش آمده به سرعت استفاده بکنه و کشور عراق رو دچار بحران بدی کرد که هنوز هم تبعاتش رو داره و تقریبا هم میتونیم بگیم که بالاخره حکومتی که مستقر شد حکومت دست نشانده جمهوری اسلامی بود. دخالت‌های جمهوری اسلامی در اون بود. اگر به ایران This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. حمله صورت بگیره، یک نکته رو بگم، هیچ جنگی هم شبیه جنگ دیگه ای نیست. تمام جنگ‌ها با هم دیگه متفاوت هستن و اگر که به ایران حمله هوایی صورت بگیره و تصور من این هستش که باعث جرقه دیگری در مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی خواهد شد و مردم با آسودگی خیال بیشتری به خیابانها خواهند اومد، با توجه به اینکه یک قدرت برتر نسبت به جمهوری اسلامی دخالت داره میکنه، فرصت مغتنمی خواهد بود برای مردم که بخوان خیابون رو اشغال بکنن، بخوان از زندانیان سیاسی برجسته‌ای که الان در سطح زندان‌های کشور وکیل آباد و از بوزو شما اوین و غیره و زندان‌های تهران بزرگ و همه جا پراکنده هستن، از این فرصت استفاده بکنن. مثل 23 مهر سال گذشته اون حوادث زندان اوین اتفاق افتاد و کشور توی مرحله‌ای بود که این آه افسوسی بود. واقعا من اصلا یادم میفته اون شبی که تو تهران اصلا مثل مرغ پرکنده، یعنی همینجوری نمیدونم، یه حس بسیار عجیبیه. حالا باید اونجا لحظه رو باید آدم زندگی بکنه که حس ما این بود که اون شب ما به یک ندا احتیاج داشتیم، به یک صدا احتیاج داشتیم، به یک بیانیه احتیاج داشتیم، به یک تیم هماهنگی احتیاج داشتیم که اون لحظه رو درک بکنن و مردم رو هدایت بکنن به یک سمت و سویی. خیلی حس عجیبی بود اون غلیانی که در درون مردم تهران حس می‌کردی، یعنی اون انرژی که مردم به هم دیگه منتقل می‌کردن که ممکنه امشب یه اتفاقی بیفته و متاسفانه اتفاق نیفتاد، رو من فکر می‌کنم که بخاطر یه قدرت خارجی اگر
این حمله رو انجام بده به مراکز حساس رژیم، این اتفاق بیفته، اون انرژی رو به مردم ایران خواهد داد و ممکن هستش که اتفاقات بیفته، هرچند که ما به هیچ عنوان براش آماده نیستیم. عرض میکنم ممکنه جنگ اتفاق بیفته، ممکنه ما شب بخوابیم و صبح پاشیم ببینیم که اعلام میشه که یک مرکزی در نمیدونم فلان جا کشف شده که غنیسازی رو به فلان جا رسونده که الان اون تسلیحات هسته‌ای که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده رو اونجا انبار کرده و ناگهان میبینیم که ناوها شروع کردن به موشک پراکنی و شروع کردن به اینکه بخوان به جمهوری اسلامی بخوان حمله بکنن. هیچ برنامه هیچ کس نداره، فقط دارن بیانیه میدن که ما مخالف جنگیم، ما دوست نداریم جنگ اتفاق بیفته. خب اتفاق افتاد، چه باید بکنیم؟ مردم چه باید بکنن؟ مردم داخل کشور چه باید بکنن؟ یعنی باید چه اقدامی انجام بدن؟ ما که نمیتونیم جلوی واقعیت رو بگیریم، ما که نمیتونیم چشممون رو ببندیم رو اینکه ممکنه همچین اتفاقی بیفته و ما بشینیم نگاه بکنیم و ببینیم که چی تهش چی. این چیزها واقعا انسان رو آشفته میکنه. یعنی منی که بلا استثناء، خب خانواده من، بستگان من تقریبا همشون از قشر ضعیف جامعه هستن، حتی به قشر متوسط هم خیلی هاشون نمیرسن که بگم از نظر سطح مالی بخوام برسن. تقریبا میتونم بگم که 90% این بستگان ما، خانواده ما، دوستان ما، اگر جمعشون رو به 50-60 نفر برسیم، 90%شون با تک تکشون وقتی صحبت میکنن این سیگنال رو ازشون میگیرم که آمادگی ذهنی این رو دارن که از شر این رژیم خلاص بشن به هر قیمتی، حتی مداخله خارجی. من نمیدونم چرا دوستانی که در خارج از کشور هستن اینقدر موضع میگیرن در رابطه با اینکه نه هیچ اتفاقی نیفته، نمیدونم سر اختاپوس، نمیدونم پای اختاپوس، گردن ماره، نمیدونم سر ماره، دوم ماره زده نشه، اتفاقی نیفته، هیچی نشه، هیچ جنگی هم اتفاق نیفته، ما با سلام و صلوات منتظر باشیم که صرفاً با نمیدونم فعالیت‌های سیاسی، نمیدونم صرفاً با اقدامات خشونت پرهیز بخوایم که در واقع جلوی رژیم وایسیم و بتونیم که یواش یواش کشور انقدری ادامه بدیم این مقاومتمون رو که بخوایم رژیم جمهوری اسلامی رو از کار بندازیم، رژیم جمهوری اسلامی که 500 سال تئوری چیده که بخواد حکومت رو در دست بگیره. خیلی ممنون. مرسی جان عزیز. من یکی از نظرات رو میخونم که در کامنت گذاشته شده. نوع دخالت آمریکا از جنس دخالت در سوریه، سودان، لیبی و یمن خواهد بود، نه حضور پیاده نظام آمریکایی در ایران و کمک به استقرار دموکراسی. ایران وارد دوران فروپاشی کامل اجتماعی و سرزمینی خواهد شد. من ممنونم از اینکه کامنت میذارید. نیما جان، ژیلا جان، شما نکته‌ای هست؟ مرسی رارا جان به خاطر خوندنت. نیما جان نوبت شماست که اگر کامنتی دارین برای جان بگین. 5 دقیقه. مرسی. ممنونم. ببینید صحبت جان رو من درک میکنم، یعنی باید درک کنیم که این استیصال از اینکه وضعیت در ایران به این شدت خفقانه، به این شدت از لحاظ بحران اقتصادی فروپاشیده و درب و داغونه باید درک کنیم. موضوعی که اینجا وجود داره اینه، در صحبتی که خود جان داره میکنه، وقتی که مثلا موضوعی به عنوان ریسک اسسمنت یا ارزیابی ریسک رو در نظر بگیریم، میبینیم که خود جان داره میگه من نمیدونم که آیا به اصطلاح اگه حمله نظامی بشه درسته که مردم دیگه به اصطلاح به چیز رسیدن، ولی آیا واقعا همه میتونن بیان خیابون؟
آیا اون ریسک رو میپذیرن در شرایطی که بازم خود جان قبول داره که حکومت دست به خشونت بیشتری در سرکوب میزنه؟ شما مثال خوبی که بازم میتونم در این زمینه بزنم دوران جنگ ایران و عراق، در همون دورانی که ما دهه 60 رو داریم، در حالی که سازمان‌های منظمتری در اون زمان وجود داشت، گروه‌ها و تشکیلات سراسری بسیاری در ایران هنوز وجود داشتند، حتی بخشیشون نیمه مسلح و غیره بودند، ولی دیدیم که با وجود اینکه جمهوری اسلامی در حال جنگ با عراق بود، همه این گروه‌ها و سازمان‌ها رو عملاً منکوب کرد. یعنی شرایط جنگ شرایطی نیست که بتونه فضایی رو باز کنه که مردم بتونن نفس بکشن و از اون در اون فضای باز شده بتونن اعتراضات رو گسترده کنن. ما در همین لحظه‌ای که الان داریم صحبت میکنیم، علی‌رغم همه این استیصال ها میبینیم که هر دوشنبه یا سه شنبه اعتصابات معلمان هست، اعتصابات مخابرات هست، اعتصابات کارگران هست، اعتصابات بازنشستگان هست. چرا؟ این سوال از خودمون بکنیم که چرا این مردمی که میگیم آماده سرنگونی هستن از همین اعتراضات حمایت نمی کنن، از همین حرکت‌های کوچک گسترده حمایت نمی‌کنن. یه مورد دیگه، بازم مثالی که من در یک اسپیسی آقای سرژیو پووویچ که یکی از رهبران به اصطلاح اون انقلاب آتپور سربستان بود شرکت کرده بود و اطلاعات خیلی خوب و وسیعی راجع به ایران داشت. ایشون گفت یکی از موفقیت‌های این جنبش همینه که خانوم‌ها روسری رو بر سر نمی کنن. گفت نمی توانید شما با تظاهرات جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید، بلکه گسترده بودن اعتراضات مهمه، بلکه به اصطلاح همین حالتی که الان به این صورت گسترده زنها دارن علی‌رغم هم در تعداد زیاد دارن، هر روز دارن عملا تظاهرات میکنن. آیا این شکل رو نمیشه به شکل‌های دیگه تعمیم داد؟ خب اینا سوالاتیه که پیش رومونه و ما هنوز تمرین اونا رو نکردیم نتیجه‌ای ببینیم میگیریم یا نه. ولی در کل بازم میگم ریسک اسسمنت نشون میده یا ارزیابی ریسک یک جنگ نشون میده که خسارات بزرگ به جنبش به اصطلاح مقاومت و آزادی خواه ایران خواهد خورد در صورت جنگ. جلال جان بفرما، شما چیزی میخواستی بگی؟ مرسی. بله، من یک سوالی مرسی نیما جان، من تشکر کنم. خانم لینا پرسیدند لطفاً از آقای جان سوال کنید چرا باید آمریکا و اسرائیل متحمل هزینه و جان سربازاشون در جنگ با ایران بشوند؟ اونها چی به دست می آورند که هزینه بدهند که به مردم ایران کمک کنند؟ این هزینه را اگر مردم ایران بخوان بپردازند از نظر ایشون تا چه حد قراره باشه؟ من عیناً متن رو خوندم. با احترام مایک در اختیار شماست جان عزیز. خیلی ممنونم از رارای عزیز و صحبت‌های نیما. لینای عزیز مطلبی هم برای من گذاشته بودم، من هرچی منشن میدادم که اینو در واقع جواب بدم، نمیدونم چرا همش فیل میشد، نمیشد. اینترنت احتمالاً نمیدونم اون لحظه دچار مشکل شد و هر چیزی نمیشد جواب داد. ببینید آمریکا و اسرائیل به هیچ وجه دلشون به مردم ما که نسوخته که بخوان برای آزادی ما یه کاری بکنن، بگن آره ما میخوایم بریم آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیاریم. اونا بر اساس منافع خودشون اقداماتشون رو انجام میدن، بر اساس منافع کشور خودشون، بر اساس منافع حزب خودشون، بر اساس منافع اقتصادی خودشون، بر اساس هر چیزی که به اصطلاح به نفعشون هست اقدامات رو انجام میدن.
بحث سر این هستش که اگر یک همچین اتفاقی بیفته که محتمل هست و ممکنه این اتفاق بیفته، واقعا ممکنه این اتفاق بیفته، واکنش ما چه خواهد بود؟ یعنی ما که در فضای سیاسی ایران به اصطلاح از همون به عنوان نیروهای حالا انقلابی، برانداز، مخالف جمهوری اسلامی، خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی قلمداد میشیم، ما چه کار باید بکنیم؟ چه وظیفه ما بر عهده داریم؟ اینکه آمریکا به جان سربازان خودش رو به خطر بندازه که بخواد برای ما آزادی برمقام بیاره، اصلا همچین چیزی نیست. عرض کردم ما باید از این فرصت استفاده بکنیم و بخوایم که در واقع اهداف خودمون رو پیش ببریم. منتها عیب بسیار 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 بزرگی که این وسط هست، ما اپوزیسیونی نداریم که بخواد در واقع بتونه با این قدرت ها رایزنی بکنه، بتونه صحبت بکنه، بگه اطمینان هایی بهشون بده، وارد دیل بشه باشون، وارد به هر حال یه جوری باشه که منافع مردم ایران رو بتونه تامین بکنه، بتونه باشون صحبت بکنه که اگر که حمله اتفاق افتاد ما چجوری میتونیم که این منافع مردم ایران رو حفظ بکنیم. متاسفانه در این قسمت بسیار بسیار ما ضعف داریم و دیدیم که تا حالا تلاشایی که اتفاق افتاده به ثمر ننشسته. صحبت من در مورد بحث بیمه عزیز همین هست، واقعا اونها به فکر ما نیستن. نیما جان ببین، جامعه ما به شدت اتمیزه است، به شدت اتمیزه است. یعنی متاسفانه فضا به سمتی حرکت کرده که هر کسی به فکر این است که گلیم خودش عذاب بکشه بیرون. بازنشسته هامون اعتراض میکنن، به فکر خودشونن. فرهنگی ها اعتراض میکنن، به فکر خودشونن. حالا فرهنگیان دایره اعتراضاتشون بسیار گسترده هست، یعنی فضا جمعیت بسیار بزرگتری رو شامل میشن. بعضی از این جنبش ها و هر در واقع اعتراضات و مخالفت ها با جمهوری اسلامی از حالت اتمیزه خارج شده به مدد تلاش های فعالان مخالف جمهوری اسلامی، مثل حجاب اجباری. شما تا چند سال پیش اگر که یک خانومی در واقع به صورت اختیاری پوششش رو انتخاب میکرد، شاید همون خانم ها، آقایانی که تو اون فضا بودن و اگر که شاهد در واقع حد که حرمت بودن از این خانم، شاید پیش خودشون یا حتی آشکارا میگفتن که خب حجابت حفظ کن، نمیدونم فلان کن، نذار این اتفاق برات بیفته. ولی خب الان در واقع این از اون حالت خارج شده، از اون حالت اتمیزه خارج شده و مردم مدافع حقوق همدیگه هستن تو این زمینه. اما ما چقدر باید صبر بکنیم که تمام خواسته هامون بخواد از این حالت اتمیزه خارج بشه و بخواد در سطح جامعه فراگیر بشه؟ 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، 100 سال؟ چقدر باید منتظر باشیم که این اتفاق بیفته؟ یه 40 سال دیگری نیاز داریم در مقابل جمهوری اسلامی؟ این سوال اساسی هستش که ما باید از خودمون بپرسیم. اگر در دهه 60 اوایل انقلاب 57 سازمان ها و ارگان هایی بودن که در واقع حالا مسلح بودن، غیر مسلح بودن، اقداماتی انجام دادن، جنگی که خمینی راه انداخت باعث شد که اونها رو سرکوب بکنه، قلقمشون بکنه، از بین ببرتشون، ما الان باید چه کار بکنیم؟ تمام سندیکاها رو از بین بردن، تمام در واقع اتحادیه ها رو نابود کردن، تمام انجیو هایی که حتی توی دولت اصلاحات هم تا یه حدودی اومده بود شکل بگیره، همه چیز از بین رفته و در یک فضایی قرار داریم که بر اساس جرقه هایی که اتفاق بیفته از 96 98 آبان 98 که الان در سالگردش هستیم و چقدر خوبه که یادی بکنیم از عزیزانی که جونشون از دست دادن در آبان 98 و انقلاب زن زندگی آزادی سال گذشته.
جرقه هایی بوده که این مردم رو ناگهان از این حالت اتمیزه خارج کرده و در کنار هم قرار داده. این اتفاقات ناگهانی تا کی باید بدون ثمر بی ثمر پیش بره؟ من باز هم ذهنیت من از این جامعه‌ای که الان دارم میبینم در کوچه و خیابان، ذهنیت من این هستش که این اتفاقی که قرار هست بیفته اتمیزه خارج میشه. صدای من بود؟ نه یه بله. مقدار قطع شد فکر کنم، من نشنیدم. رارا تو شنیدی؟ در آخر جان عزیز چند لحظه صداتون رفت. من چون توی داخل ایرانم، من خودم احساس کردم که نت من با مشکل مواجه شده، ولی چند ثانیه صحبت آخرتون رفت. اگه دوست دارید میتونید تکرار کنید، در غیر این صورت من یک کامنت بخونم. نه، من از کردم بازم تاکید میکنم، من تصور من این هست با برداشتی که از سطح جامعه دارم، فکر میکنم که تصور من این هست که اگر حمله خارجی اتفاق بیفته، باز هم این جامعه از این حالت اتمیزه خارج میکنه و در کنار هم قرار میدهد. بازم اشاره میکنم به 23 مهر سال گذشته و وقایعی که در زندان اوین اتفاق افتاد. اگر اون اتفاق یک بار دیگه بیفته، مردم حس بکنن که یک نیروی هستش که الان ممکنه اون پادگانی که چه میدونم داره حرکت میکنه بخواد مردم رو سرکوب بکنه، اون پادگان رو داره احساس بکنه که مورد هدف قرار خواهد داد، یک دستی هست که کمک میکنه، حتی اگر خیلی هم در واقع منطقی نباشه، فکر میکنم که مردم رو به یک حرکت خیلی عظیم در کوچه و خیابان وامی داره و شاهدش خواهیم. بفرمایید. مرسی جان عزیز. من یک کامنت میخونم، بعد خودم به عنوان یک سوال ازتون بپرسم. آقا انگار قطع شدی. من صدای رارا رو منم ندارم. رارا جان صدات نمیاد. رارا میخوای دوباره برو پایین، دوباره بیا بالا اگه صدا رو میشنوی. اجازه است تا رارا صحبت کنه 2 دقیقه من یک موردی بگم؟ حتما نوبت شماست. بگین تا رارا بره مرسی. پایین بیاد بعدا. یه یادآوری به دوستان بکنم که ما یه جنگ صدای من هست. صدای منو دارید جان؟ صدای منو داری؟ بله الان داره منو. آره مال رارا فکر کنم قطع شده، فقط که هیچ کدوممون نداشتیم جان عزیز صدای رارا رو. آره فکر کنم رارا رفته که دوباره بیاد. یه یادآوری کوچولویی به همه دوستان بکنم که ما عملا جمهوری اسلامی یک جنگ کوتاه مدت به نام جنگ نفتکش ها با آمریکا داشته و در اون جنگ محدود عملا بعد از اینکه آمریکا یک هواپیمای مسافربری رو سرنگون میکنه، جمهوری اسلامی وادار میشه که قطعنامه رو بپذیره، چون دیگه نمیتونست با توجه به امکانات بودجه و غیره وارد یک عرصه جنگی دیگه بشه. پس امکانش هست که یک جنگ محدودم راه بیفته، ولی بازم هیچ اتفاقی در داخل ایران نیفته.
از طرف دیگه اینم دقت کنید که وقتی که امیر عبداللهیان وارد آمریکا شده، به نوعی مسیر پایان دادن جنگ هم داره مشخص میشه. یعنی عملا ایران رو دارن وارد میکنن به عنوان میانجیگر که به تدریج این جنگ رو پایان بدن. یه موردی که من فکر میکنم اینجا لازمه بگم و اونم در ارتباط با صحبت جان هست که قبلا گفت، اتفاقا دولت‌های غربی مجبورن به نظرات مردم خودشون توجه کنن، اگرچه که این نظرات مردم رو شاید بشه تا یه دوره‌ای به اصطلاح هدایت کرد به سمت مقصود حکومت، ولی از یه جای دیگه این کار نمیشه. شما به دانشگاه هاروارد نگاه کنین که اومده به این موضوع اعتراض کرده، دانشجویان دانشگاه هاروارد دیگه. از اون به اصطلاح بزرگتر نمیتونم مثالی بزنم. یعنی دیدیم که در سراسر جهان مردم کشورهای مختلف اروپایی و این ور اون ور اومدن و دارن به جنگ اعتراض میکنن. حالا این مورد رو حکومت هاشون نمیتونن نادیده بگیرن و قاعدتا من شخصا فکر کنم به زودی این جنگ رو به پایان خواهد رفت. و اینکه جان صحبت از بین بردن حماس کرد، من فکر نمی کنم یک جریان افراطگری سیاسی رو یا مثلا تروریستی رو شما بتونید از بین ببریم. به این حرکت ممکن از این شکل خارج بشه، به یه شکل دیگه در بیاد، چون پایه ها و ریشه های یک چنین افراطیگری در وجود داره و اونم سرکشی اسرائیل در مقابل جامعه جهانی که اجازه نمیده دو کشور فلسطینی و اسرائیلی در کنار هم به وجود بیاد. مرسی. رارا جان بگو، صدات نمیومد، الان میاد. مرسی، متشکر. من بازم میگم باگ دارم. من دو تا سوال از میپرسم. خب جنگ کاملا غیر قابل پیش بینی هست و اگر قدرت‌های خارجی بخوان برای کنترل تروریسم به ایران حمله کنند، آیا ما مردم ایران که به نظر من اینکه احتمالش کاملا صفر باشه نیست و احتمال هست این اتفاق بیفته، آیا این مطلقاً برای انقلاب زن زندگی آزادی بده یا ما میتونیم استفاده خودمون رو ببریم؟ یعنی اگه اینجوری هم هست ما چجوری میتونیم از این بهره برداری کنیم؟ این سوال اگه نیما جان شما پاسخ بدید، من سوال بعدی رو هم از جان میپرسم. مرسی. من فکر کنم قبلا هم جواب دادم. من گفتم که وقتی که یک حمله نظامی شکل میگیره، حکومت ها از اون فرصت استفاده میکنن برای سرکوب بیشتر. به طور مثال جنگ ایران و عراق رو مثال زدم و با وجود اینکه اون موقع گروه های سیاسی، ببین در خرداد سال 1360 یک تظاهرات 500,000 نفری در تهران به راه افتاد. سازمان مجاهدین سازمان کوچکی نبود در اون زمان ولی دیدیم که لتو پاشت. از طرف دیگه هم میبینیم که مثلا افکار عمومی ایران در مورد حمله مجاهدین از طرف سوی عراق به سمت ایران چه بار منفی برای مجاهدین باقی گذاشته که همیشه گفته میشه با دشمن همکاری کرده. در نتیجه این موارد رو اگه کنار هم بذاریم، من فکر میکنم حمله نظامی به شدت برای جنبش زن زندگی آزادی نامناسبه. مرسی، متشکر، ممنونم. جان عزیز، آیا شواهدی هست و شما بررسی کردید که احتمال حمله نظامی به ایران وجود داشته باشه یا خیر؟ دارا جان صدای من هست؟
چند بار من افتادم بیرون دوباره اومدم. بله کاملا واضحه. بله. خب بسیار عالی. ببین من عرض کردم من کارشناس جنگ نیستم، یعنی واقعا نمیتونیم به پیش بینی بکنیم که چه اتفاقی میخواد بیفته. ولی همونجور که عرض کردم اصلا بعید نیست که همچه اتفاقی بیفته و چه در دولت‌های دموکرات چه در دولت‌های جمهوری‌خواه ما شاهد این بودیم که به هر حال جنگ‌های اتفاق افتاد، تصمیمات گرفتن رئیس جمهور آمریکا که بخوان به کشورهای دیگه حمله بکنن. هیچ بعید نیست که این اتفاق بخواد بیفته، هیچ بعید نیست. خیلی ممکنه نزدیک باشه، خیلی ممکنه در همین چند روز آینده، چه می‌دونم در طی ماه‌های آتی، اگر فضای سیاسی منطقه بخواد به همین سمت پیش بره، ممکن است که این اتفاق بیفته. و ما متاسفانه هیچ گونه آمادگی نسبت به این رخداد نداریم، غیر از این که عرض کردم یه سری از حالا روشنفکرامون فقط بیانیه میدن و جنگ رو تقویح میکنن و به شدت مخالف این هستن که در کشور جنگ اتفاق بیفته، بدون اینکه بخوان فضای واقعی کشور رو مورد مطالعه قرار بدن، ببینن که واقعا نظر مردم چی است. شاید بسیاری از روشنفکرانی که در هستن که در واقع شاید همچین ذهنیتی داشته باشن که جنگ ممکنه اثرات مثبتی داشته باشه، ولی خب با این وضعیتی که پیش اومده و پیش آوردن جرأت این که بخوان اعلام وجود بکنن رو ندارن. یک مقایسه رو نیمای عزیز انجام میده در رابطه با جمهوری اسلامی دهه 60 و جمهوری اسلامی قرن جدید. نیما جان بسیار بسیار متفاوت هست. ما از سال 96 به بعد شاهد این بودیم در سطح جامعه که مردم از جمهوری اسلامی بریدند. یعنی من خب خودم از وقایع تقریبا میتونم بگم از سال 80-81 در جریان ماوقع سیاسی کشور هستم. تا سال 96 میتونم بهتون بگم که اقشار مختلف جامعه از نظر سطح فرهنگی، سطح مادی، از نظر آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی در جاهای مختلف کشور هنوز بودند که تصورشون بر این بود که میشه یه کارایی کرد با همین جمهوری اسلامی. از سال 96 به بعد این به شدت شروع کرد به ریزش کردن و تا رسیدیم به 1401 افرادی که حتی تصور این که من یک روزی فکر بکنم که اینها ذهنیتی داشته باشن از این که ایران رو بدون جمهوری اسلامی تصور بکنن نداشتن، کاملا آماده این هستن که رژیم بره. این ذهنیتی رو که باید غالب بشه در سطح جامعه که مردم آمادگی این رو داشته باشن که یک حکومت بره، بسیار 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 مهمه که ما بر این این ببینید وقتی ما در سال 88 تو خیابون بودیم، ترسم شخص خودم رو دارم میگم، ترس شخصی من این بود که نکنه مثلا عموم متوجه بشه، نکنه مثلا پدرم متوجه بشه، چون اینا خب همراهی نمی کردن، نکنه مثلا این دوستان من اون دوست من متوجه بشه که مثلا من مخالف جمهوری اسلامی ام. اون قضایه میرحسین اینا که برای شخص من خب خیلی بهانه بود برای رفتن تو خیابون. الان برای اظهار مخالفت با جمهوری اسلامی کسی نگران این نیست که دیگران یکی دیگه چه فکری میکنه در رابطش. این خیلی خیلی فکر میکنم که تصویر بسیار بسیار مهمی رو به ما میده از ذهنیتی که در جامعه الان رواج پیدا کرده که شما کسی رو در مقابل خودت نمیبینی که بخواد باهات مخالفت بکنه که چرا با جمهوری اسلامی مخالفی و میخوای بری تو خیابون و بخوای براش هزینه بدی. خیلی متفاوته با دهه 60 که بخواد
با یک حمله خارجی جمهوری اسلامی میخواد دوباره پایه‌های خودش رو مستحکم‌تر بکنه. من اصلا به این صورت فکر نمی کنم و بازم تصور من این هستش که اون چیزی که رقم خواهد خورد در صورت حمله خارجی به کشور همراهی مردم با اون قوای خارجی خواهد بود و این پشتگرمی بسیار محکمی رو به مردم خواهد داد که بتونن، بلکه من امیدوارم به این که به سمت زندان ها فقط حرکت بشه، چون نخبه های ما در زندان ها هستن که بخوان یه حرکت سیاسی در کشور انجام بدن. ممنون ازت جان عزیز. ما 10 دقیقه دیگه وقت داریم، بعدش اسپیسی که جوانان در تبعید میذارن. امیدوارم همه اینایی که اینجا هستن تشریف بیارن. نیما جان، در آخر سر شما 5 دقیقه وقت دارین که یک جمع‌بندی از صحبت‌های خودت و جان بکنی، بعدش جان، بعدش من و رارا. مرسی. ممنون. من جنبندیم خیلی خلاصه است. جنگ هرگز برای یک جنبش آزادیخواه و دموکراسی طلب که به دنبال برقراری یک جامعه به اصطلاح مدرن و پیشرفته هست نخواهد بود. جنگ فقط و فقط همونطور که دیدیم در جنبش زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرد که جنگ رو به مردم بلوچ، به مردم کرد تحمیل کنه و دیدیم که زیر بار نرفتن و خیلی با هوشیاری، با وجود اینکه به مقر احزاب کرد در به اصطلاح کردستان عراق حمله شد، وارد فاز نظامی متقابل نشدن، یا وقتی که جمعه خونین به راه افتاد چنین اتفاقی نیفتاد که بلوچ ها دست به اسلحه ببرن یا کاری بکنن، بلکه برعکس یک مقاومت مداوم رو به پیش بردن. و توجه کنیم که همین 2 منطقه‌ای که دارم نام میبرم از همه قسمت‌های دیگر ایران به اصطلاح سازمان یافته تر هستن. همین، فقط فکر میکنم که ما نیاز به سازماندهی داریم که در نتیجه احتیاج به یک گفتمان فراگیر. مرسی. ممنون ازت جان عزیز. شما هم میتونی یک جمع‌بندی از صحبتاتون بکنی. بفرمایید. خیلی تشکر میکنم از همه عزیزان که تشریف آوردن. ببینید، من به صورت مختصر مروری بکنیم بر وقایعی که صحبتایی که داشتیم تا به امروز. الان در شرایطی هستیم که در نوار غزه وقایعی در حال اتفاق هست که اسرائیل بر اساس اون جنایتی که بر علیه اسرائیل حالا اتفاق افتاد، ما صرفاً در رابطه با همین جنگ اخیر داریم صحبت میکنم. من شخص خودمو دارم میگم. اسرائیل اشغالگر هست نیست، اسرائیل در گذشته جنایت کرده نکرده، اسرائیل در 70 سال اخیر چه کارایی کرده، اصلا وارد بحثش نشدم. اون چیزی که الان داریم میبینیم این هستش که یک حکومتی که در جهان شناخته شده هست از دموکراسی بسیار قابل قبولتری نسبت به بقیه‌ای که حالا در مردمی که در این منطقه خاورمیانه دارن زندگی میکنن بهره مند هست، مورد حمله و تجاوز قرار گرفت و شروع کرد که بخواد از خودش دفاع بکنه و بر علیه اون نیروهای تروریستی که بهش حمله کردن اقدام بکنه. من این حق رو برای این رژیم قائلم که بخواد تروریست ها رو نابود بکنه. متاسفم و ناراحتم و ناخشنودم که کودکانی رو میبینم که کشته میشن، آسیب میبینن و افراد بیگناهی کشته میشن در این بین. وقتی داره با این، یعنی اینکه بگی به قصد این اتفاق میفته، من این تصور رو ندارم که بخوام به قصد میزنه که کودکی کشته بشه، به هیچ عنوان همچین تصوری ندارم.
در حال حاضر همچین چیزی رو نمیبینم. شاید در گذشته همچین نفرتی بوده، ولی الان من این رو نمیبینم. با عزیزانی دوستانی که دارم صحبت کردم در اسرائیل، به هیچ عنوان همچین ذهنیتی ندارن که بخوان بر علیه مردم غزه یک همچین ذهنیتی داشته باشن که برای اونها باید نابود بشن. همچین چیزی به هیچ عنوان در سطح جامعه اسرائیل رواج نداره. شاید در بخشای افراطی که هستن شاید همچین چیزی باشه، ولی در عموم جامعه اسرائیل این همچین حالتی نیست. بازم میگم، تاکید میکنم، جمهوری اسلامی اگر یک موفقیت بسیار مختصری هم به دست بیاره در مقابل اسرائیل و اون هم عدم نابودی کامل حماس هست، با آنچنان پشتگرمی و اعتماد به نفسی به فضای داخلی کشور باز خواهد گشت که فکر نمی کنم حالا ما بتونیم قدمون رو راست بکنیم و بخوایم دوباره سینه سپر بکنیم در مقابل جمهوری اسلامی و آسیب بسیار بسیار وحشتناکی رو به اعتماد جمعی مردم ایران وارد خواهد کرد. بازم تشکر میکنم از حضور همه عزیزان. ممنون ازت جان عزیز. رارا جان، شما میخواین یک چیزی رو اضافه کنید در جمع‌بندی؟ من فقط میتونم تشکر کنم از جان عزیز، نیمای عزیز، دوستانی که تشریف آوردند بودند و ما رو شنیدند. مرسی. ژیلا جان، کلام پایانی اسپیس با خودتون. منم خیلی تشکر میکنم از جان عزیز، نیما، رارا، همه عزیزانی که امروز تو این اسپیس بودن. من خودم شخصا خیلی خوب یاد گرفتم و امیدوارم این مناظره ها ادامه پیدا کنه و ما بتونیم همین گونه که جان عزیز، نیما صحبت میکنن بتونیم با هم نقد افکار رو بکنیم و با هم صحبت کنیم. اون چه که من از این صحبت نیما و جان متوجه شدم این بودش که دیدم همه ما انسان‌هایی هستیم که برای آزادی کشورمون فکر میکنیم، برای آزادی بچه‌ها، برای آزادی زندانی‌ها و با افکار مختلف که میتونیم در کنار هم کوه بزرگی بشیم بر علیه جمهوری اسلامی. مرسی از همتون، متشکرم. به امید پیروزی و آزادی، زندگی آزادی. نیما جان، شما میتونید صحبت کنید. حرف آخر. یک کوچولو منم خیلی تشکر میکنم با توجه به اینکه میتونیم همین صحبت ها رو حالا به صورت جمعی در اسپیس بعدی که جوانان رو در تبعید گذاشته ادامه بدیم، چون موضوعش ما پنجشنبه ها جنگ آلترناتیو ها داریم که این هفته داره به بررسی جنگ از دیدگاه گلوبالیسم، ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم میپردازد. خیلی ممنون. ممنونم. ببخشید ژیلا جان. ممنونم نه نیما جان. بگو. خواهش میکنم. فکر کنم دیگه ما باید کم کم اسپیس رو ببندیم. اگر سخنی هست جان عزیز میتونید بیان کنید و نه ما چند لحظه اسپیس رو نگه میداریم، بعد اسپیس رو خواهیم بست.